چرا فیلیپینی ها سقف خونه هاشون رو سوراخ و اونا رو با بطری آب پر میکنن؟ این یه راه روشنایی جدیده که برق نمیخواد و برای محله‌های فقیرنشین و مناطق با کمبود برق طراحی شده. به سادگی یه بطری آب معدنی رو با آب تمیز پر می‌کنیم. برای جلوگیری از رشد باکتری‌ها کمی سفید کننده به اون اضافه و بعدش یه سوراخ در سقف ایجاد می‌کنیم. بطری رو همراه با یه محافظ داخل سوراخ می‌ذاریم. وقتی که نور خورشید به بطری میرسه، نور رو از طریق انکسار پخش می‌کنه و بطری یه لامپ غیر الکتریکی میشه که اتاق زیرش رو روشن می‌کنه. این فناوری قبلاً به میلیون‌ها خانواده در فیلیپین و آفریقا کمک کرده. برای کاربردی بودن این سیستم در شب پنل‌های خورشیدی روی دستگاه نصب میشه. در طول روز از انکسار برای روشنایی استفاده میکنه و در شب پنل که با نور خورشید شارژ شده وارد عمل میشه. هزینه‌اش خیلی کمه. شما فقط یه بطری آب معدنی و یه پنل خورشیدی ارزون نیاز دارید. خیلی ساده است اما برای کسانی که تو تاریکی زندگی میکنن معجزه است. اینطور نیست؟